سلام، چطورین؟ امروز 20 مهر 404 و الان ساعت 6 صبح و 6 صبح گفتم الان کسی خونه نیست بیام براتون ویدیو بگیرم که حالا باز صدا نباشه و یه چیزی که من میخوام اون کسی نشنوه. و الان واقعا ساعت 6 صبح و واقعا نمیدونم چرا صورتم این شکلی، نمیدونم هر کاری میکنم موام درست نمیشه. مخه نمیدونم چیش رو مخه، فکر کنم موهام یا ابروام، نمیدونم. چکرم بلند شده، نمیدونم. حالا با های موهای رو مخ ادامه میدم. میخواستم راجع به نتایج دانشگاه صحبت کنم که اومده و خب اومده دیگه. نتایج دانشگاه دیروز ساعت 4 یا 5 اومد و میخواستم ویدیو بگیرم براتون، ولی خب من متاسفانه هم بیرون بودم و همونجا رفتم داخل سایت و همونجا هم بالا آورد. و حالا قبل از اینکه حالا بعد توضیحشو میدم، اول توضیح مکملش رو بگم. بعد من 2 سال پشت کنکور بودم و این 2 سالم میشه گفت رتبه‌ام همه یکی بود، حدودا یا 70 بود یا 80,000 و نمیدونم، شاید برای عده اینجوری به نظر بیاد که خب من درس نمیخوندم. من راهنمایی رو با معدل 1993 تمام کردم و با اینکه شرایط کرونا بود و معلم‌ها درس نمیدن و همه رو خودم خونده بودم و دبیرستانمون کرونا بود. 2 سال دبیرستان من اصلا مدرسه نرفتم و اصلا هم با مجازی نتونستم ارتباط بگیرم و 12 که ما تا دی رفتیم، امتحانای ترم رو دادیم، بعد بچه ها نیومدن سر کلاس و کلاس ها تشکیل نشد و این از پایه، یعنی من پایه درست حسابی نداشتم. یعنی من اول باید پایم رو قوی میکردم که این خودش خیلی زمانبر بود. بعد با اینکه حالا من روش‌های درست مطالعه رو بلد نبودم، بعد مشاورای بعد انتخاب کردم و خیلی چیزا بود. من به خاطر اینکه مثلا واسه کنکور درس بخونم از باشگاهم زدم و واقعا هم الان دارم حسرتشو میخوام، چون واقعا اگر الان بودم کردن مشکی داشتم و این 2 سال خیلی حسرت دو دلم گذاشتن و با اینکه حالا من هی میخوندم و هی نمیشد، یعنی اون استمرار نداشتم و اینکه بگیم مثلا یه هدفی هست و واقعا اونو میخوای و نداشتم و اصلا نمیدونستم دارم واسه چی تلاش میکنم. انگار روی یه تردمیل داری میدوی و خب داری میدوی دیگه، هیچ وقتم قرار نیست به یه مقصدی برسی. اینجوری بودم و واسه همین رتبه‌ام همینجوری میشد، چون انگار در حد متوسط، در حد فقط میخوندم. مثلا من هیچ وقت زیستم، مثلا زیست دهمو همیشه 3 فصل اولش بودم، با مثلا 12 شاید میخوندم، اونم 3 فصل اولش با آخرش. یا مثلا ریاضی من هیچ وقت با اینکه کلاس ثبت نام میکردم هیچ وقت نمیتونستم جلساتش رو ببینم، چون واقعا روی جلسه گیر میکردم. و شیمی مثلا سر کلاس همه اینجوری بودن و شیمی هم فقط 10 میتونستم تموم کنم و هیچ وقت به اون 11 12 نمیرسیدم. فیزیک هم همینطور، با هیچ معلمی از این معلم کنکورا نمیتونستم ارتباط بگیرم و مثلا سوالاش، مثلا من میام خیلی سبز حل میکنم، بعد که میرم سر آزمون میبینم مثلا یه دونه سوالم نمیتونم حل کنم، حس میکنم اینو ماهی شده چشم، نمیدونم. و خب بعد از این همه این 2 سال من اگه میدونستم مثلا پیام نور دانشگاهش اونقدر بد نیست، اینقدر مثلا معلمای کنکور تو ذهنم خرابش نمیکردن یا حالا این ورانور نمیکوبیدنش که پیام نور مثلا داره میره طرف، خب من همون سال میرفتم. و من واقعا اون سال هیچ ایده ای از رشته های بدون کنکور نداشتم، هیچ ایده ای از دانشگاه ها نداشتم چه دانشگاه هایی داریم و فقط انگار ما معلممون اینجوری برگشت گفت شما کنکور که ما بودیم، یعنی 402 رو ندین یا مثلا بدین همینجوری
بعد پشت کنکور بمونین و دیشو کنکور بدین. و وقتی معلمت اینجوری تو ذهنت پر میکنه مثلا به خود فکر میکنی حتما قبول میشی اگرم بمونی. ولی خب اون استمرار و اون ساعت مطالعه بالا برای یک دانش آموزی که تو دبیرستان معمولی درس میخونه و پای ضعیفی داره باید ساعت مطالعهش نسبتا بالا باشه. و خب من اینو نمیتونستم و توانشم واقعا ندارم. همین الانم واقعا توانشو ندارم و برام سخته، خیلی فشار ذهنی زیادی برام میاره و تصمیم گرفتم امسال دانشگاه پیام نور رو امتحان کنم بزنم. و خب دانشگاه آزاد خیلی شهریه‌اش زیاده، من واقعا نمیتونم این ریسک کنم چون درآمدم از خودم نیست، یعنی خودم هیچ درآمدی ندارم و همه روی دوش خانواده است و خانواده‌ام اجازه کار به من نمیدن و من اضطراب اجتماعی دارم، هیچ غلطی نمیتونم کنم و اینم از این. من پس میشه گفت که و خانواده‌ام الان توی شرایط مالی خوبی نیستن چون مشکلات کار هست، مثلا ممکنه اون اخراج بشه، حالا خدا نکنه، و این بیسار چون کارشون دائمی نیست. و همین دیگه، میخواستم راجع به این رشته و دانشگاه صحبت کنم و من از همه جا مثلا تحقیق کردم و با 2-3 نفر که حالا رشته حقوق پیام نور دارن میخوان صحبت کردم و میگن که بار علمی خوبی داره و سختگیرن و خودش هم مثلا من الان با یکی صحبت کردم داره واسه آزمون وکالت آماده میشه و میگه اون همه درسی که خوندیم همین الان داره کمکم میکنه و اینم از این. و خب بله من حقوق قبول شدم. و چرا حقوق رو انتخاب کردم؟ اول که همه جا کار هست، مثلا اگر نخوای وکیل شی، حالا یا وکیلم بشین، دارم اذیت میشم نمیدونم چرا. خب رشته حقوق همه جا اکثرا کار هست، حتی بانک هم میگیره و شرکت ها مثلا مشاور حقوقی یا مثلا خیلی کارا هست. بعد که مثلا درس تموم شد آزمونشو میدی، آزمون وکالت میدی، قبول میشی، بعد میتونی آزمون قضاوت یا بدی، حالا مثلا قاضی و اینا بشی و دادستانی و اینا و خیلی چیزای مختلفی داره و حالا بستگی به علاقت. و این از این. و نمیدونم میخوام راجع به دیجیتال قبل صحبت کنم، من فقط میخوام اینو بگم رشته دانشگاه پیام نور اونقدر بد نیست و قرار نیست همه دکتر بشن، همه پزشک بشن و این همه ما الان دانشجوی پزشکی داریم و به عنوان حالا یه پسر و یه دختر واقعا 7 سال بخوای درس بخونی و مثلا تلاش کنی از بیشتر کارات بزنی واقعا سخته و حالا اگر دانشگاه آزادم که باشی بدتر و نیاز به پشتوانه مالی خیلی خوبی داری که اونو من ندارم و یا مثلا خیلی از دوستام ندارم و برای همین و مثلا من الان 7 سال بخوام دانشگاه پزشکی بخونم و من واقعا توانایی ذهنیشو ندارم بشینم حفظ کنم اجرا کنم و عملیش کنم، واقعا نمیتونم. به نظر من خودم تواناییشو ندارم و حس میکنم درساش برای من خیلی سنگین میشن. حالا من راجع به حقوق نمیدونم واقعا، ولی راجع به پزشکی اینو میدونم درساش برای من سخته چون من کتاب زیست هم نمیتونم بخونم، من اصلا نمیتونم ارتباط بگیرم با بعضی مباحث و اینم از این. و داشتم میگفتم و قرار نیست همه پزشک بشن یا مثلا دندون پزشک، یارو دندون پزشکی داره میخونه و الان داره دور دنیا میچرخه و فقط عکاسی میکنه و الان همه اکثرا اگر ببینین چون واقعا شرایط مالیشون شاید اونقدر خوب نیست یا نمیدونم شاید دوست دارن، ولی همه الان توی اینستاگرام و یوتیوب هن. مثلا توی اینستاگرام که میری مثلا بعد هر 10 تا پست یه دونه فقط پزشکی میاد، حالا با اینکه حالا پزشکی هم قبول میشن بازم ادامه میدن، یعنی اون منبع درآمدشون رو از حالا فضای مجازی میخوان داشته باشن چون معلوم نیست اون پزشکیشون چجوری بگذره و اینم از این. و حس میکنم من بد صحبت میکنم، نمیدونم متوجه حرفا میشین. من فقط میخوام بهتون بگم دانشگاه پیام نور اونقدر بد نیست و اونجوری که شاید مثلا بعضی فکر کنن نباشه و من هنوز خودم دانشگاه نرفتم و نمیدونم و امیدوارم شرایط تحصیلش خوب باشه، یعنی مثلا کلاس‌ها که برگزار میشن درست درمون باشن
یعنی دانشجو بیاد و دانشجو بره و استادا هم بیان و برن، چون من اینجوری واقعا نمیتونم، چون یه شهر دیگه است. یعنی از شهر من تا اون شهر نیم ساعت راه حدوداً بخوای مستقیم بری، ولی فکر 1 ساعت و نیم میشه، چون بعد هی 2 تا تاکسی باید بگیرم و واقعا تا حالا نرفتم اونجا و هیچ ایده ندارم و همش استرس رفت و آمدشو دارم. و اینم از این. و اینم بگم قرار نیست همه پشت کنکور بمونن و همه پزشک بشن یا دانشجوی دندون پزشکی و اینکه بری یه رشته دیگه و از این راه خسته شده باشی عادیه. و من الان میخوام تجربهش کنم، ببینم اصلا دانشجو بودن چه شکلیه، یا مثلا ارزششو داره یا اون پزشکی واقعا ارزشمندتره. و خب من بعد از 2 سال فکر کنم پشت کنکور موندم دیگه، واقعا خسته شدم و آره صبر کن، من نمیدونم من حرفمو درست همون دارم بهتون میگم یا نه و امیدوارم متوجه باشین و منو قضاوت نکنین و انگ خنگ بودن به من نزنین، چون من واقعا درسامو خوب خوندم و مثلا من تا نیمه دوم تا ترم اول 12 معدلم دبیرستانم بالا 18 بوده و ترم دوم دبیرستان که امتحان نهایی شد و من انتظارشو نداشتم، معدلم اومد پایین و من فقط همون نیمه دوم دبیرستان بود، چون نه معلم اومدن سر کلاس، معلم فیزیک اومد که اصلا اول نمیومد سر کلاس و بعد خودخوان میخوندیم که ما هم گفتیم که الکی دارن میگن تاثیر میدن و نخوندیم و این شد فاجعهش. و اینم از اینه، چون میگم احتمالا استرس دارم یا مثلا میخوام تیکه تیکه کنم کلامامو و بخوام بگم نتایج اومد چجوری بود. ساعت 4:30 صبح ظهر بود، ما رفته بودیم، حالا بگم شهریار 3 ساری رفته بودیم، یک ساختمان بزرگی مثلا توش حالا 7 طبقه 10 طبقه است نمیدونم، که مثلا خب انواع مطب و ایناست. ساختمان پزشکی میمونه ولی خب بعضی وکلا هم هستن و اونجا بودیم که دست برادرمو نشون بدیم. ما بیرون منتظر بودیم چون داخل خیلی شلوغ بود که پیام از دوستم اومد که مثلا نه حالا نگار، من نگارم هستم اسم دیگرم نگاره، که نتایج اومده و نترس حالا برو نگاه کن و اینا. و خب من اونجا خیلی آنتن ضعیفه، اول که نت رو روشن کردم و سرچ کردم اصلا نمیشد سرچ کرد و همون رو نشستم امتحان کردم دیدم نمیشه و راه رفتم، گفتم بریم پایین که من مثلا ببینم نتایجو، هم که مثلا داشتیم میرفتیم به سمت بلا یهو صفحه اومد بالا و من کد ملی و رمزم سیو بود، اونو زدم، خدا رو شکر چون واقعا قاطی میکردم و سر اون عددا که جمع میشن من از استرس 2-3 بار اشتباه زدم ولی خب بعد درست چون یه رون اومد 40 بله 3 اومد، زدم و رفتم تو سایت. اول نمیدونستم کدوم قسمته، از آخری شروع کردم که نبود، نتیجه یافت نشد، بعد اومده یکی مونده به آخری که زدم و با همون دی آنتنی سریع اومد بالا و نوشته بود نمیدونم نتیجه نهایی 404 و فکر کنم و یه دونم بود. خیلی استرس آور بود و اونو زدم و اول چیزی که دیدم چون طریق گوشی بود گروه انسانی رو دیدم و بعدش هم حقوق که دیدم اشکام همجوری می اومد، یعنی بعد به ما میگفتم حقوق قبول شدم. بعد از اینکه حالا شهرش رو دیدم یکم گرخیدم و برام یکم اینجوری بود که چجوری برم بیام، چجوری رفت و آمد کنم، چون من رانندگی اصلا خوب نیست و توانایی ندارم تو شهر رانندگی کنم، مثلا تو جاده بزرگراه و خانواده من بیکار نیستن که منو بخوام ببرن بیارن و مجبورم با تاکسی برم بیام و این نقطه ضعفشه و نمیدونم واقعا ارزشش داره واسه همچین دانشگاهی من این همه برم بیام. امیدوارم داشته باشه و کلاس ها واقعا تشکیل بشه و امیدوارم دانشگاهش درست حسابی باشه و اونجا یه آقا و من همجوری گریه میکردم، یعنی یه
صدا فقط اینجوری میومد. بعد یهویی نمیدونم، شاید حس این بود که نمیدونم اینکه من یه دانشگاه قبول شدم بود، نمیدونم حس این همه سال بعد کنکور بود، آره نمیدونم واقعا چه حسی بود و اومد دیگه. و چون اول اینکه تنها چیزی که اونجا برای من جالب بود و مثلا همیشه توی ذهنم میمونه، روبرومون یه آقای بود که با یه لباس سرمه ایستاده بود و مثلا من وقتی که یهو اشکام در اومد و انقدر با ذوق و مثلا خوشحالی نگاه میکرد، خیلی تو دلم موند و بعدم خانواده هم بغل کردم همین و بعدش همینجوری تموم شد. و نمیدونم چی بود که مثلا امروز دقیقا من انتظار داشتم همه زنگ بزنن بپرسن نتیجه چی شده، هیچ کی زنگ نزد و نپرسید. فکر کنم فقط رتبه ها رو اعلام میکنن، زنگ میزنن میپرسن، نتایج مثلا شاید خبر ندارن. و آره و اول نفرم که به کسی بخوام بگم به دوستم گفتم، بهش پیام دادم که من دانشگاه حقوق فلانجا قبول شدم و از خوشحالی میشه گفت بال در آورد و یه عالمه قربون صدقم رفت. و دومین نفرم هم خالم بود، چون زنگ زده روز دختر تبریک بگه، بهشم گفتم و اینم از این. و نمیدونم این مسیری که حالا دارم میرم چجوریه و امیدوارم مسیر خوبی باشه و میگن هرچی حکمت همونه، چون میتونست اولویت اولم باشه و من این همه راه نرم نیا و همینجا باشم و میتونست یا اصلا یه شهر اینورتر باشه یا مثلا مشهد اونورا باشه و خب اینا همه اون سرنوشت میشه گفت یا حکمت. امیدوارم حکمت خوبی پشتش باشه و همه موفق باشیم. و اینم بگم و قرار نیست همه دکتر مهندس بشن و تو باید تو اون رشته‌ای که میخونی موفق باشی. مثلا من دختر داییم داره باستان شناسی میخونه الان ارشده و تو اون رشته‌ای که داره میخونه نسبتا موفق، پژوهش‌هاشو میره، کاوشگریاشو میره، درآمدشو داره و در کنار اونم درآمد دیگه ای داره چون واسه خودش یه کار کاسبی رو انداخته و بیخیال ننشسته و اینا هم از عرضه میاد و باید جرأت داشته باشی. و این برای منی که همش تو خونه بودم و عادت کردم به خونه موندن و منو بکشی از خونه بیرون نمیرم، این واقعا تجربه جالب و سختیه و میتونه سازنده باشه برای من و یکم حداقل با آدما رفت و آمد کنم، چون واقعا من انقدر منزوی شدم حتی مثلا زورم میاد حالا برم دوستمو ببینم با اینکه یه دونه است و همین دیگه و خجالت میکشم از قضاوت شدن. میدونی مثلا بری بیرون یا مثلا این طرز تفکر دارن که اون داره مثلا راجع من چی فکر میکنه یا مثلا میدونین اکثرا هم تفکرات منفی دارن و این افتضاح بده و باید اینو درستش کنم و واقعا هیچ چیزی نداره. هنوز اون پیامک قبولی نیومده، نمیدونم یه پیامکی گفتن میاد و اون هنوز نیومده، وگرنه امروز باید برفتم دیپلم هم میگرفتم از مدرسه. منتظر اون پیامم امیدوارم زودتر بیاد که حالا خیالم راحت شه. نمیدونم توش حالا قرار چی باشه، انگار میگن چه مدارکی باید ببری بیاری و امیدوارم اون چیزی که میخوام باشه و اون چیزی که درست تره باشه و همین دیگه. این هم از این. واقعا میخواستم ویدیوشو ضبط کنم، ویدیو ریاکشن به انتخاب حالا کنکور اینا رو، ولی نشد و از یه طرفی هم شاید اکثر نسبتون حالا کمتر نمیدونم اینو مثلا داشتین که حالا من برم پزشکی. من واقعا نمیدونم، میدونین تحت تاثیر محیط قرار میگیرم. مثلا من اگه برم پیش پزشک برای معالجه تحت تاثیر اون قرار میگیرم، یعنی دوست دارم برم پزشکی بخونم و اون موقع هم شاید اینجوری بود، شاید سرم باد داشت و انتظار مثلا بگم من برم رشته های مثلا فلان اینا. من واقعا میگم هیچ ایده از رشته های بدون کنکور نداشتم. من پارسال اگه میدونستم رشته های بدون کنکور هستن میرفتم دانشگاه. این از بی‌آگاهی خودم بود، این 1 سال عمرم به فنا دادم و اگه من میدونستم رشته های بدون کنکور هستن مطمئنا میرفتم، چون همون پارسال برگشتم به مامانم گفتم اگه امسال پزشکی نشد میخونم برای حقوق و حالا میرم وکیل میشم، شاید تو راه من وکیل شدن. من همون پارسال هم به مامانم میگفتم، ولی اگه میدونستم
همچین رشته هایی هستن مطمئنا میرفتم. و من میشه گفت از همکلاسیام هیچ خبری نداشتم، چون اکثریتشون همین رشته ها رو رفتن و واقعا اگه میدونستم ریسک نمیکردم و میرفتم. و یوتیوب هم امیدوارم موفق باشه، چون ویو خیلی اومده پایین و نمیدونم چی جوری بی جوریه و امیدوارم ویدیوها هم خوب باشن. یعنی مثلا ویدیوهایی که قراره بسازم از این به بعد یکم لولشون بره بالاتر، یکم بهتر باشن. و روز دخترتونم قبل یعنی بعد مبارک باشه، چون دیر گفتم، چون دیروز نوزن حالا بهتون گفتم تو چنل تلگرام، ولی خب گفتم اینجا بهتون بگم. و من اینو الان باید ادیت کنم و بعد براتون بذارم. و میترسم میدونین قضاوت بشم، بگن طرف داره دانشگاه پیام‌نور درس میخونه یا مثلا خنگ بوده، از این بدم میاد. ولی خب این واقعا رفتار خیلی بدیه، این طرز تفکر، و واسه هم کردن واقعا رشته خوبی. و بگم حالا مثلا واقعا من انتظار خیلی بالایی از خانواده‌ام داشتم که بعد 2 سال حالا من دانشگاه قبول شدم و اینکه خودشون تیکه پاره میکردن من برم دانشگاه. اصلا اون ریاکشن خاصی، اصلا ریاکشنی که حالا خوشحالی خیلی عمیق باشه ندیدم. یا مثلا مامان همش میاد با پزشکی مقایسش میکنه و عصبی میکنه، واقعا ناراحتم میکنه. دیروز انقدر اینجوری بود که حالا اگه پزشکی قبول شده بودی من دنیا رو مثلا رو سرم میذاشتم یا فلان بیسار. و اینکه مثلا من یه چیزی قبول شدم و میاد راجع به چیزی که قبول نشدم و امکانش نیست و صحبت میکنه، ناراحتم میکنه، عصبی میکنه و اون باعث میشه من نتونم حالا اگرم خوشحال شده باشم برای اون رشته اونو نشونش بدم. یعنی میدونین از همون دیروز اون حرفی که زده، یعنی میشه گفت حدوداً 10 دقیقه بعد از این چیز نتایج اومده سر شدم نسبت به این نتایج و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و همش دارم بود منفیشو نگاه میکنم و این مثلا اون جرقه تو مغز و قلبم انگار خاموش شده و نمیدونم، انگار مثلا اون اصلا مقایسه که بهت میده رو خیلی بدم میومد و اصلا خوشم نیومد و عصبیم کرده و نمیدونم واقعا. و اینم از این. و الان باید اینو ادیتش کنم و براتون امروز سعی کنم بذارمش. و امیدوارم اگر هر رشته قبول شدین، اگر واقعا حس میکنین دیگه نمیتونین پشت کنکور بمونین و تواناییشو ندارین، خودتون میدونین ندارین، بچه بزرگ نمایی نکنین بگین من 13 سال از همین فردا بخونم قبولم. تو باید تواناییشو داشته باشی، خب باید جرأت داشته باشی، شجاعت داشته باشی، از خوابت بزنی، از گوشیت بزنی، از همه چیت باید بزنی. اینکه هی تو خونه سر و صداست و همه اینا رو در نظر بگیری. باید در نظر بگیری مثلا حالا تو داری این درس رو میخونی، داری الان این صفحه زیست رو میخونی، تو ذهنت ایناست، ولی یهو میاد خانواده پیام بزرگانی میشه برات و اینا همه رو در نظر بگیری. ببین اصلا تواناییشو داری تو مثلا بخوای این بارشو هم کنی، چون واقعا سخت و طاقت فرساست و اگه تواناییشو داری در خودت میبینی و اینو بزرگ نمایی نکن. بگی من تواناییشو دارم، من تو مدرسه فلان بودم، ولی کنکور یه چیز دیگه است. منم به خودم میگم مثلا من درصدم وقتی اینقدر میام مثلا بالا، مثلا گفت از زرنگم مثلا امسال حتما میتونم، اینجوری بودم و این دلیل بر خنگی یا چیز نیست، چون یه عالمه عوامل هستن که باعث میشه تو قبول نشی. گوشی هست، خانواده هست، دوستات هست، محیط مطالعات هست، عصبی بشی مثلا دلزده بشی از اون درس و اگه قبول نشدی و یا واقعا دیگه تواناییشو نداری یه رشته دیگه غیر از اون چیزی که میخوای قبول شدی، اگه واقعا ارزش داره یا مثلا کار داره و محیط شغلیش خوبه، برو. به نظر من امتحانش کن، فوقش اگر نشد انصراف بده و آدم سن رو در نظر نگیر که چند سالته، ادامه بده فقط. و
همین دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و همین دیگه. و نمیدونم خیلی بد افتادم حس میکنم توی فیلم و توی این ویدیو و همین دیگه. واقعا انتظاری ازم نداشت ساعت 6 صبح و من بشینم ادیت بزنم. همین دیگه. خدافظ.